یکم راجع به خودآزمایی بافت پستان یا برست سلف اگزم بیشتر بدونیم. تا چند سال پیش خیلی روی این عبارت تاکید میشد و جزو مراقبت‌های دوره‌ای یه خانوم این بود که این کار رو انجام بدیم که ماهانه باید آگاهی داشته باشه راجع به معاینه بافت پستان خودش. از چند سال پیش اهمیت این موضوع یکم توی منابع کمتر شد و تقریبا الان دیگه جایگاهی توی منابع علمی پزشکی نداره و مراقبت‌های دوره‌ای بافت پستان به 2 کار در واقع خلاصه شده. یکی انجام ماموگرافی سالیانه و یکی آشنایی با علائمی که یه خانوم بهتره با دونستنشون اگر اونا رو پیدا کرد توی بافت پستانش مراجعه بکنه به پزشک. بنابراین شاید دیگه روی سلف اگزم تاکید نشه، ولی همچنان این تاکید وجود داره که یه خانوم با بافت پستانش به عنوان یه عضوی از بدنش مثل بقیه اعضا باید آشنا بشه و بهش احاطه داشته باشه و بهتره که یه سری علائم هم راجبشون بدونه. این علائمی که قرار راجبشون حرف بزنم لزوماً به معنی ابتلا به سرطان نیستن، ولی با پیدا کردنشون بهتره که هرچه زودتر بدون اتلاف وقت یه پزشک رو ملاقات بکنیم. علائمی که گفتم شامل چند تا علامته. یکیش تغییر بافت پستانه، مثل متورم شدنش یا بزرگ شده، قرمز شدن یه قسمتی از بافت پستان، لمس توده‌ای که قبلا توی بافت پستان حسش نمی کردیم، خشکی نوک پستان، تو رفتگی نوک پستان و هر مدل ترشحی از نوک پستان برای خانمی که توی دوره شیردهی نیست علامت‌هایی هستند که مهمن و بهتره که اگر که پیداشون کردیم حتما با پزشک ملاقات کنیم. دوست من بیاین از امروز بیشتر مراقب خودمون باشیم، بیشتر از گنج سلامتیمون مراقبت بکنیم و با آشنایی بیشتر با بدنمون اگر علامت یا تغییری توش به وجود اومد زودتر متوجه اون تغییر بشیم.